تماشابینان گرامی، یکی از نمودهای معمولترین صنعت عمل آرایشی در تاجیکستان کندل می باشد. برای آرا دادن کندل، نقاشان از شکل‌های هندسی، اسلیمی و گره ها استفاده می نمایند. یکی از تالارهای دائم عمل کننده شعبه صنعت تصویری و عملی آثارخانه ملی به هنر نقاشی کندل بخشیده شدند. در این تالار نمونه‌ها از هنر نقاشی کندل معاصر که محصول دست نقاشان مشهور تاجیک می باشد و معرض تماشا گذاشته شدند. کندل نگاری مشهور تاجیک احمد فرهیم محسوب یافته نقاش سال 1978 آموزشگاه رسامی به نام میرزا احمد عالمov را ختم کرده است. یکی از آفریده‌هایش گل انار نام داشته سال 1986 ایجاد گردیده است. در مرکز لوحه شکل انار و داخل آن با طرز تخیلی تصویر شده است. نقاش اثر را با آمیختگی نقش‌های اسلیمی و هندسی زیبا و دلپسند آفریده است. تماشابینان عزیز، اگر شما می‌خواهید عاید کندل معلومات بیشتر داشته باشید، پس مرحبا به آثارخانه ملی.